بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم، این جانب محمد محفوظ سیدخیلی با نمایندگی از خطاطان کشور از طرف بنیاد هنری فیروزکوه با تاریخ 24 فوریه 2006 در نمایشگاه بزرگ کشور بحرین در موزیم بیت القرآن برگزار شده بود اشتراک داشتند. در این نمایشگاه که آثار خطاطی جمله جهان اسلام بود، نمایشگاه کشور افغانستان واقعا خود درخشید و ما در حالی که 76 قطعه خط از 25 خطاط افغانستان با خود داشتم و به نمایندگی از اونها اونجا رفته بودم، توانستم که در بین کشورهای اسلامی و در بین خطاطایی که از هر کشور اونجا به نمایندگی مراجعه کرده بودند جایزه اول بگیره و کشور خود را در صدر کشورهای جهان دیگر، جهان اسلام به خصوص قرار بدم که این افتخار نصیب همه افغانان شد. و اینک فیلم برداری و تصاویری که از جریان این نمایشگاه شده شما را در جریان میگذاریم تا ببینیم که چگونه خطهایی داشتیم و چگونه مراسم اونجا بود که البته در این مراسم پرنس چارلز شاهزاده انگلستان هم در این نمایشگاه خاطر افتتاحش مراجعه کردند و همراه با امیر بحرین شاهزاده بحرین با تمام کابینه‌اش از نمایشگاه دیدن کردن و بسیار کشور افغانستان و خط افغانستان استقبال شد و این شما را به انتظار نمیگذاریم. لطفاً